داری چی کار میکنی؟ سویچام تو ماشین مانده برادر آقا شده. شما ساب ماشینم دیگه. شما دوستم دیگه. همه گوشی میشه بدی؟ داری چی؟ تا الان دزدی نشده ازت نه؟ تو دوست الان. یارو تو خیلی گاوی. الان که تازه از زندان آزاد شدی چه شغل آبرومندی رو میخوای شروع کنی؟ شغل شریف دزدی. یعنی نمیخوای آدم شی؟ تو یک شغلی اون معرفی کن که مک در ماه مثبت 100 میلیون درآمد داشته باشه. مثبت 100 میلیون؟ الان از کجا باید شروع کنه؟ فعلا در این پراد باز کن. راز موفقیت چیه؟ شرافت، چی جور آدمی هستی؟ کثافت، تو کار چی برات مهمه؟ نظافت. خدمت رفتی یا نه؟ نه، پس چی؟ کفالت. اصل اول دزدی چیه؟ دلت برای آشنا نسوزه. ما بتمن. هم تنها ماشینی که وانه میشه فرایده. خجالت نمیکشه دزدی میکنی؟ یک دزدی کردم اختلاس که نکردم. فرقش چیه؟ ما از پولدارا میزنیم ولی برون فرق نمیکنه. از همه میزنن. بزرگترین آرزو چیه؟ همه مردم پولدار شن. آفرین به دل پاک. بره پاکیش نگفتم. داری چی گفتی پس؟ که تو هر خانه رفتم دست خالی برنگردم. مدرک تحصیلی چیه تو؟ فوق دکترا ریاضی. هیچی تو خانه نداشتن دیگه مجبور شدم. چقدر سرمایه میخوای کار؟ یک دو سو با 5 کیلو جگر.